خب در 3 جلسه گذشته این مجموعه از مهبانگ تا شگفتی های مغز آدمی داستان رو از لحظه خلقت مهبانگ شروع کردیم. به سرعت اومدیم و رسیدیم به سیاره زمین، مراحل تشکیل حیات رو در سیاره زمین دنبال کردیم. کمی با شیمی عالی و ساختار شیمیایی اسیدهای آمینه آشنا شدیم. تحول و تکامل موجودات زنده رو مطابق نظریه های علمی بررسی کردیم تا رسیدیم به تولد یک انسان. مراحل در اصطلاح جنینی رو یک نگاه سریع کردیم از لقاح تا زمانی که متولد میشه و قصدمون اینه که در جلسه آینده هم بریم سراغ شگفتی های بسیار زیادی که در مغز آدمی وجود داره. مغزی که همونجوری که اشاره کردم در اون کار صوتی در فراغ یار هم اشاره کردم سالهای 17 سال پیش، اگر شگفتی هاش شگفت آورتر از کل شگفتی های جهان هستی نباشه به هیچ عنوان کمتر نیست. همون مغزی که در واقع در روند تحول و تکاملش در حدود 2 میلیون سال پیش وقتی که اجداد در واقع ما یعنی میمون‌های انسان نما، انسان‌های قبل از ناندرتال ساکن زمین بودن، 1 میلیون سال طول کشید تا بتونن متوجه بشن که اون سنگی که پیدا کردن که تیزه میشه ازش به عنوان شکار و این تشکیلات استفاده کرد، اگه یک چوبی هم بهش وصل بکنن تبدیل میشه به یک سرنیزه و ابزار مفیدتریه. 1 میلیون سال طول کشید تا اینو فهمیدن. اونها رفتن و جاشون دادن به انسان‌های ناندرتال. انسان‌های ناندرتال هم در حدود 40-50 هزار سال پیش رفتن و جاشون دادن به ما انسان‌هایی که خودمون رو انسان‌های خردمند معرفی میکنیم، هوموساپینس. اما از دید انسان‌هایی که در آینده گام بعدی تحول و تکامل رو طی خواهند کرد، با خودشون میگن که اینا رو باش، همونجوری که ما اونها رو مسخره میکنیم که 1 میلیون سال طول کشید تا این بستن چوب و به سنگ فهمیدن، اونها میگن اینا رو باش، اجداد ما رو باش. 2000 سال طول کشید تا فهمیدن اگر 2 تا سنگ سبک و سنگین با هم رها بکنن اینها به چه شکلی به زمین میرسن. همونجوری که میدونید بارها صحبتش پیش اومده در ویدیوهای مختلف، 2000 سال به حکم عقل سلیم بشر فکر میکرد که اگر یک سنگ سبک و سنگین رو از بالای یک ارتفاع مشخصی بدون صورت اولیه رها بکنه، بدیهی است که به حکم عقل سلیم سنگینه اول میخوره به زمین. تا اینکه 600-700 سال پیش گالیله رفت بالای برج کج پیزا وایساد، 2 تا سنگ سبک و سنگین رو با هم رها کرد و گفت ای اهالی عقل سلیم که در پایین برج ایستاده اید، ببینید و نظاره کنید که این 2 تا سنگ با هم میرسن به زمین، برخلاف تصور عقل سلیم. و اونجا بود که عقل سلیم جاش داد به علم در مفهوم امروزی، یعنی آزمایش و مبتنی بر تجربه. خب حالا ببینید که باز همین انسان‌های آینده با یک تحول و تکامل در مغز، اینها وضعیت ماها رو به چه شکل می‌بینن؟ میگن که اینا رو باش، 2000 سال طول کشید اینو فهمیدن. تمام عمر زندگیشون هم چندین هزار سال، 10,000 سال، 20,000 سال اینها زدن تو سر کله همدیگه رو کشتن، همه چیز رو داغون کردن، نابود کردن به خاطر مسائلی که مرغ پخته تو دیگ خندش میگیره. و اگر احتمالاً جلوی این مسائل جلوی بچه‌های خودشون بذارن در آینده، اون بچه‌ها همه این مسائل ظرف 1-2 دقیقه فکر کردن متوجه میشن که چی درست بوده چی غلط بوده. ولی ما سر اینها هزاران ساله که داریم همدیگه رو لت و پار میکنیم و میکشیم و نابود میکنیم. نتیجه اینکه آشنا شدن با این داستان شگفتی های جهان هستی و شگفتی هایی که در مغزمون وجود داره، مزایاش معایبش، دست کم این توانایی قدرت به ما میده که الان هم اگر مطالبی رو درست متوجه نمیشیم، دست کم به خاطر نفهمیدن این قضایا یا به خاطر اختلافی که با دیگران داریم تو سر کله هم نزنیم و همدیگر رو نکشیم. اون باوری که میگه خورشید دور
زمین نمیچرخه، زمین دور خورشید میچرخه، این رو فوراً نزنیم بکشیمش. یا اگر یکی برگشت گفت جریان به اصطلاح خلقت ما آدم ها روی زمین چنین مسیر رو طی کرده، دست کم نزنیم بکشیمش، بگیم بسیار خوب شما داستان اجداد خودتون رو توضیح میدید ولی ما داستانمون با شما فرق میکنه. در اون مجموعه جنگ سخن یک لطیفه رو تعریف کردم. بچه از مادرش میپرسه که مامان ما آدم ها چجوری به اصطلاح به دنیا اومدیم؟ اون میگه که از به اصطلاح داستان آدم و حوا رو تعریف میکنه. بعد میگه که ولی بابا که میگه که ما از نسل میمون به دنیا اومدیم. مادرش میگه که پدرت هم درست میگه ولی اون داره داستان به اصطلاح اجداد خودشو میگه، من داستان اجداد خودمو به شما گفتم. حالا دست کم بشه سر یه سری مسائل هم اینجوری نزنیم همدیگه رو بکشیم و همدیگه رو تحمل بکنیم، بگیم که خب حالا شما داری داستان اجداد خودتون میگی، ما هم داریم داستان اجداد خودمون رو میگیم. خب پس به هر صورت بریم سراغ ادامه مبحث که در ادامه مبحث یه مقداری هم باز با تحول سیستم عصبی از جانداران بسیار ساده تا انسان آشنا میشیم. بعد میریم سراغ یک کمی آشنایی با یکی دو تا مطلب در دنیای الکترونیک و کامپیوتر. چرا؟ به دلیل اینکه آشنایی با این مطالب کمک میکنه برای اینکه ما ساختار مغز رو بهتر درک بکنیم. و باز مجددا با تکیه بر این مطلب که من مطالب رو به زبان ساده و فرمی بیان میکنم که برای همه گروه های در واقع حتی سنی و تحصیلاتی قابل استفاده باشه. چون باز همونجوری که در اون مجموعه صوتی گفتم، به نظرم انسان ها همه باید یک کمی فیزیک و کیهانشناسی، یک کمی زیست شناسی، یک کمی تاریخ و یک کمی فلسفه بدونن. فیزیک و نجوم بهت میگن که دنیا اینقدر عظیمه که تو و همه کهکشانت هم توش به حساب نمیای. اما زیست شناسی هم بهت میگه که خودت رو هم خیلی دست کم نگیری، که عظمت همون سلولای خاکستری مغزت کمتر از اون کهکشانا نیست. فلسفه هم بهت کمک میکنه که یه جوری بتونی وجود خودت رو تو این دنیای عجیب و غریب توجیه کنی و یا لااقل یک جوری تحملش کنی. و تاریخ هم بهت یاد میده که حالا که هستی و مجبوری که توی زندگی بکنی چه جوری باید باشی. و هر صورت بنابراین و چون خب خیلی ها حتی ببینیم در سرزمین خودمون متاسفانه شرایطی رو نداشتن که حتی تحصیلات ابتدایی رو انجام بدن، بنابراین برای اینکه این گروه از افرادم کلیتی از مطالب دستشون بیاد، به هر صورت مطالب رو به سبکی بیان میکنم که این گروه از افرادم بتونن استفاده بکنن. بنابراین دوستانی که با این مطالب آشنا هستن یا میتونن از این مطالب رد شن یا اینکه به هر صورت صبر و تحملی داشته باشن تا برسن به مطالب مورد نظر خودشون. به هر صورت این جلسه رو به این شکل تموم میکنیم بعد از آشنایی با مطالب الکترونیکی، و در جلسه آینده میریم سراغ ساختار بسیار بسیار پیچیده و حیرت آور مغز آدمی. سلام. قصد دارم داستان جهان هستی از لحظه خلقت مهبانگ تا ساختار مغز ما آدمیان در اکنون که این ساختار بسیار پیچیده و شگفت‌انگیز و البته دارای نقایصی که حالا بهش میرسیم تونسته که حالا این داستان رو هم از اون لحظه تا به امروز کشف بکنه و بررسی بکنه و درباره‌اش اظهار نظر بکنه. بنابراین از مهبانگ شروع میکنیم، میایم تا برسیم به ساختار پیچیده مغز امروز ما آدمیان و مزایا و
معایبی که داره از دیدگاه دانش امروز. خب ببینید بشر تا به امروز از آینده رو خبر نداریم، شاید دیدگاه های جدیدی پیدا بشه، از 4 روزنه، 4 دیدگاه، 4 دستاویز، 4 امکان خلاصه سعی کرده که پاسخ پرسش های ذهنش رو و مشکلاتش رو و مسائلش رو نسبت به جهان اطرافش به اصطلاح پیدا بکنه. اولین و قدیمی ترینش دستاویزی به جادوگری و جادوگران و باور به وجود نیروهای مرموز در طبیعت و اشیاء پیرامونشه. خب شاید در اون زمان با بشر اون زمان، اگه خودمون رو بذاریم جای بشر اون زمان، شاید واقعا چاره جز این نداشت. به هر صورت این یک دیدگاه، این دیدگاه منسوخ هم نشده. یعنی اینجوری نیستش که بگیم این دیدگاه هایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم آخریش، یعنی دیدگاهی که حالا صحبت میکنم جدیده و به هر صورت فعلا ادامه داره، اما این دیدگاه های به اصطلاح دیگه هیچ کدوم منسوخ نشدن. پس بنابراین این دیدگاه جادوگری و باور به نیروهای مرموز طبیعت و نیروهای مرموز در اشیاء پیرامون ما، اینا همچنان وجود داره. باور به اینکه سنگ های مختلف نیروهای مختلف دارن، اشیاء مختلف با شکل های مختلف خواص مختلف دارن و این تشکیلات میبینید که الان هم به شدت رایجه. دیدگاه دوم و به اصطلاح طناب دومی که بشر بهش رو آورد ادیان و مذاهب هستن که همه با دیدگاه هاشون آشنا هستیم و میدونید که الان وقتی که من میگم دیدگاه مذاهب، هر کدوم از ما، هر کدوم از شما دوستان عزیز در هر مذهب و مثلا مرامی که هستید از دید دین و مذهب خودتون از این داستان اطلاع دارید، از مثلا دیدگاه مذهب خودتون، مذهبی که در اون متولد شدین و با اون به صورت موروثی بزرگ شدین، این اطلاعات رو دارید، در حالی که این اطلاعات در ذهن دوستان دیگری که در ادیان و مذاهب دیگری رشد کردن به کلی میتونه متفاوت باشه، همینجوری که متفاوت هست. همینجوری که میدونید تعداد زیادی دین و مذهب وجود داره. شما در همین همسایگی کشور خودمون هندوستان رو در نظر بگیرید با مذاهب و ادیانی که کاملا با چیزهایی که فرض بفرمایید در چین و ژاپن هست و یا مذاهبی که در آفریقا هست و یا مذاهبی که در خاورمیانه وجود داره، ادیان سامی، کاملا متفاوته. به هر صورت دومین زاویه دید و دیدگاه ادیان و مذاهب بودن و هستن. اما سومین دیدگاه روزنه دستاویز طناب فلسفه بود. فلسفه در واقع اندیشیدن در ذهنه، یعنی وقتی که ما امکان مشاهده عینی و تجربه عینی نسبت به مسئله نداشته باشیم ولی علاقمند باشیم جوابی براش داشته باشیم، در ذهنمون با توجه به اطلاعاتی که داریم سعی میکنیم یک داستانی خلق بکنیم. وسیله‌مون هم وسیله ساخت و بیانش واژه ها و کلماتی است که در زبانمون، در زبان محاوره‌ایمون بلد استفاده میکنیم. من یک بار با یکی از دوستان صحبت میکردم، نوشته بودم که فلسفه بازی با کلمات، ایشون نسبت به این داستان معترض بود که این جمله درستی به کار نبردی به نظر من، بازی با کلمات. ولی واقعیت همینه، یعنی شما زبان اندیشیدن در افکار فلسفی کلمات هستن، زبان بیانش هم کلمات، در حالی که مثلا در داستان علم تجربه ملاکه، آزمایش ملاکه، بیانش هم به اصطلاح ریاضی و قواعد به اصطلاح ریاضی و فیزیک و این چیز هاست، کاری به واژه های ذهنی و این تشکیلات نداره. در صورت بعد از این مدتی آمدن فلسفه رو با منطق هم در واقع آشتی دادن و گفتن که
ما انسان ها به هر صورت ساختار مغزمون که حالا مورد بحث در آینده بهش میرسیم، یک اصولی رو به عنوان اصول منطقی میپذیره. حالا درسته یا غلطه هرچی هست، ساختار مغز ما بر این مبناست. به عنوان مثال از نظر منطق اغلب ما آدم ها پذیرفتیم که اگر یک چیزی داخلش تضاد باشه اون چیز نمیتونه درست باشه. پس بنابراین اگر یک فلسفه مطالب متضاد داره ارائه میکنه، اون فلسفه از نظر منطقی مردوده و باید کنارش گذاشت. یا مثلا از نظر منطق ذهنی ما انسان ها این که ما بگیم که الف درسته به دلیل اینکه ب میگه، ب هم درسته به دلیل اینکه الف میگه، یعنی در واقع تایید هر کدوم منوط به دیگریه ما توی حلقه باطل داریم میچرخیم. این درست مثل ضرب المثل معروف خودمون از روباه پرسیدن شاهد کو میگه دوما. خب این درست نیست که شما بگید که این فرد الف درست میگه. چرا؟ چون فرد ب تاییدش میکنه. حالا از کجا معلوم فرد ب درست میگه؟ چون الف تاییدش میکنه. خب این از نظر اصول منطقی درست نیست. بنابراین اگه در فلسفه چنین داستانی باشه، اون فلسفه مردوده و باید کنار گذاشتش. و بسیاری قواعد به اصطلاح منطقی دیگه که از زمان ارسطو وضع شد به عنوان علم منطق و داستان مغالطات و این تشکیلات که در ارتباطش نوشته ها و مطالبی هم خدمت دوستان قبلا تقدیم کردم. خب علم در زمان به اصطلاح فلسفه، قدرت داشتن فلسفه، در واقع همون فلسفه بوده. یعنی علم در دوران گذشته در واقع علم نبود در مفهوم امروزی، یک جور فلسفه بود، یک جور فلسفه و منطق بود. منتها منطقی که همونجوری گفتم متکی بود به عقل سلیم، و عقل سلیم هم که حالا خودش تعریف داره که همونجوری که بارها گفتم، و از اون زمان بود که علم جدید متولد شد. پس شاخه سوم هم شد فلسفه و منطق و علم در مفهوم قدیم، و شاخه چهارم هم علم در مفهوم جدید. خب حالا من میخوام از دیدگاه علم در مفهوم امروزی نگاهی بکنم از لحظه خلقت به نام مهبانگ تا برسیم به ساختار مغز کنونی خودمون که تونسته این داستان رو هم کشف بکنه. خب داستان مهبانگ رو دیگه حتما همه بارها شنیدید و میدونید. در یکی دو جمله، وقتی که تلسکوپ های قدرتمند امروزی اختراع شد با دستگاه هایی که دیگه همه توی محیط زندگی اون دیدین، پلیس ها دوربین هایی دارن که سرعت ماشین رو مشخص میکنه. دوربین میگیره به طرف ماشین، میگه با چه سرعتی داری میری میای. غذا یا ماده شیمیایی، سنگی معدنی، چیزی رو میذارن زیر دستگاه، تجزیهش میکنه، به شما میگه از چند عنصری تشکیل شده. بنابراین راحت یه سری تکنولوژی رو ما عملا داریم در زندگیمون میبینیم. حالا همینا به صورت بسیار قوی‌تر و بهتر و پیشرفته‌تر در این تلسکوپ های امروزی جاسازی شده. بنابراین وقتی که با یک تلسکوپ عظیم امروزی به یک ستاره نگاه میکنه، ستاره شناس بلافاصله قطر ستاره از چه عناصری تشکیل شده، حرارتش چقدره، با چه سرعتی داره به ما نزدیک یا دور میشه و خیلی مطالب دیگر رو تلسکوپ بلافاصله کامپیوترش محاسبه میکنه و در اختیارش میذاره. خب وقتی که با این تلسکوپ ها به جهان اطراف نگاه کردن، دیدن همه ستاره و کهکشان ها و هر چی که هست داره از ما دور میشن و از هم دیگه. خب این نتیجه چی میتونه باشه؟ نتیجه این میتونه باشه که بدیهی است که دیشب نزدیکتر بودن، 1000 سال پیش بیشتر نزدیکتر بودن، چند میلیون سال پیش باز هم بیشتر نزدیکتر بودن. خب دانشمندان محاسبه رو به اصطلاح فیلم رو معکوس کردن، محاسبه برعکس کردن که حالا این که با این سرعت و به این شکل داره از هم دور میشه، برعکسش بکنیم به چه داستانی میرسیم؟ رسیدن به نزدیک 14 میلیارد سال پیش، 13.7 میلیارد سال پیش که همه این جهان بایستی در یک نقطه متمرکز شده باشه. منتها خب
داستان اینجوری بود که آقا چجور چنین چیزی ممکنه که همه این جهان با این همه جرم و انرژی و تشکیلات بیاد در یک نقطه، در واقع نقطه هندسی. اینجا بود که در واقع علم فیزیک در اون نقطه هنگ میکنه، یعنی در اون نقطه توضیحی نده تا نزدیکش، اونم خیلی نزدیکش، یعنی تا بسیار بسیار نزدیک به صفر. علم فیزیک با آزمایش، با قاطعیت همه داستان رو متوجه شده. خب اما واقعیت در لحظه صفر و بسیار نزدیک به صفر، داستان از نظر علم فیزیک که الان مبهمه، چیزیست که دانشمندان دنبالش هستن که بدونن، ولی الان جوری که روال علم هست، دانشمند از اینکه بگه نمیدانم خجالت نمیکشه. چیزی هم که نمیدونه قصه براش نمیگه، میگه نمیدانم، تلاش میکنم که بفهمم. حالا من الان اینجا روی این کاغذ یک دایره میکشم، اسمشو میذارم مهبانگ. اینجا می‌نویسم مهبانگ با رنگ قرمز. خب این یعنی که من تا لحظه مهبانگ داستان رو میدونم، اما در خود نقطه مهبانگ که داستان چی به چیه هنوز اطلاعاتی ندارم. خب سوال، قبل از مهبانگ چی؟ خب این سوال بسیار رایج همه ماست. قبل از مهبانگ چی؟ این پرسش رو استیون هاوکینگ ساده و جالب جواب میده. میگه که اینکه شما بپرسید قبل از مهبانگ چیه، چون مطابق نظریات امروز زمان و فضا و زمان همه با هم در 14 میلیارد، نزدیک 14 میلیارد سال پیش در لحظه بیگ بنگ روی هم مچاله شدن و یک موجود واحد در یک نقطه مبهم عجیب و غریب تشکیل دادن. بنابراین در اونجا دیگه مفهوم که زمان قبل چیه یا فضا نمیدونم قبلش چیه دیگه بی مفهوم میشه. استیون هاوکینگ میگه که اگر فرض بفرمایید من الان اینجا این کاغذ رو ناچارم به شکل استوانه خم کنم، میگه که حالا شما فرض کنید اینو من میتونستم به شکل کره خم بکنم. میگه شما وقتی این رو به شکل یک کره خم بکنید در لحظه مهبانگ، حالا میرسید تقریبا اینکه فرض بفرمایید روی کره زمین شما بگید که قبل از قطب شمال یا قبل از قطب جنوب کجاست. دیگه روی کره زمین قبل از قطب شمال قبل از قطب جنوب بی مفهومه. میگه اونجا هم داستان همینه، زمان قبل یا قبل از مهبانگ مفهومش از دست میده. منتها میگم این به هر صورت چیزیست که دانش امروز داره راجع بهش صحبت میکنه. ما از دانش آینده بی اطلاعیم. دانش آیندگان قطعا این مسائل بهتر میدونن، ولی این چیزیست که دانش امروز میگه و ذهن ما، همون مغزی که در آینده راجع بهش صحبت میکنیم، در هیچ کدوم از ما انسان ها قادر نیست فقدان فضا رو تجسم بکنه. ما در بهترین شرایط، الان وقتی که بگم یک کره اطرافش دیگه چیزی نیست، فضا و زمان هیچی نیست، در بهترین حالت یک کره رو تصور میکنیم، ولی در یک فضای تهی، یعنی باز یک فضای خالی در نظر میگیریم که ولی تهی است. من هر ساعت شبانه روز که بخوام برنامه ضبط بکنم این مشکل سر و صداهای کوچه رو دارم، مگر اینکه ساعت 1:30 شب به بعد بخوام این کارو بکنم که دیگه ساعت 1:30 شب به بعد دیگه خودم تواناییشو ندارم و صدام خوابالود و نمیشه، به هر صورت امکانش نیست. بنابراین در هر ساعت شبانه روز که من برنامه ضبط بکنم، ویدئویی ضبط بکنم، همین مشکل سر و صداها و قطع تمرکز و قطع فیلمبرداری و این تشکیلاتی دارم که به هر صورت میبخشید. پس بنابراین از دید دانش امروز اصلا اینکه ما بخوایم بگیم قبل از مهبانگ فعلا بی‌معنی است. خود لحظه مهبانگ هم چیز ازش نمیدونیم، اما از تقریبا نزدیک ثانیه صفر تا این لحظه رو علم فیزیک و کیهان شناسی لحظه به لحظه و ذره به ذره با اثبات تجربی گذاشته کنار هم و داستان رو تعریف کرده که چی هست. اما وقتی که میرسیم به سیاره زمین در نزدیک 3-4 میلیارد سال پیش، حدود 3 میلیارد سال پیش، حالا من اینجا یک دایره دیگه میکشم و اینجا مینویسم
اولین سلول زنده. خب به اینجا که برسیم، باز مجددا دانش بشر در این لحظه اطلاعات قاطعی و نظر قاطعی نمیتونه بده. ولی یادتون باشه در لحظه مهربانک ما هیچ راهی برای آزمایش و اظهار نظر فعلا نداریم. اما در زمینه پیدایش اولین سلول زنده آزمایش های صورت گرفته، شواهدی هم به دست اومده، به اصطلاح یافته هایی هم رسیدن. ولی در این شکل که بشه به شکل قاطع علم بگه مثل بقیه صحبتش بگه با این دلیل و با این مدرک این چنین شده است، نه. برای چنین داستانی هنوز دانش زیست شناسی نتونسته به این سوال پاسخ قاطع بده. ولی همچنین گفتم آزمایش ها و تشکیلاتی صورت گرفته که راجع بهش صحبت میکنم. و بنابراین در این ویدیو از دید علم در زمان خودمون، یعنی علم روز، دانش روز، از مهبانگ شروع میکنیم، میایم تا میرسیم به سلول زنده تا برسیم به ساختار پیچیده مغز آدمی. خب حالا بریم سراغ لحظه خلقت یعنی مهبانگ و از اونجا با سرعت بسیار زیادی خودمون میرسونیم به لحظه تولد اولین سلول زنده در سیاره خودمون زمین. دلیل این سرعت بسیار اینه که همه این مطالب رو قبلا بارها در ارتباطش در ویدیوهای قبلی صحبت کردیم و دوستان احتمالاً آشنا هستن. کسانی هم که آشنا نباشن با همین دوره کوتاه در جریان مطلب مختصر مفید قرار میگیرند و اگر هم علاقه‌مند بودن میتونن به ویدیوهای قبلی خودم و یا سایر منابعی که وجود داره مراجعه بکنن. در زمان بسیار بسیار کوتاهی پس از خلقت جهان، یعنی بسیار قبل از آنکه سن جهان به 1 ثانیه برسد، جهان شامل سوپ داغی بود از پلاسمای بسیار داغ و با دمای غیر قابل تصور، شامل ذرات بنیادی از ماده و ضد ماده. وقت با ما یار می شود و ضمن آنکه ثابت ها و قوانین بنیادی فیزیک به گونه‌ای رقم می خورند که در آینده تشکیل اتم ها با ساختار کنونی آنها میسر گردد، ماده نیز با نسبت تنها 1 در میلیارد بر ضد ماده پیروز می شود و لذا جهان مادی ما شکل می گیرد. همچنین 4 نیروی بنیادی فیزیک یعنی گرانش، الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای ضعیف و قوی نیز در این مرحله به وجود می آیند تا مانند چسب‌هایی ذرات عالم را به هم چسبانده و جهان هستی را شکل بخشند. در پایان ثانیه اول عمر جهان، فضا به وسعت غیرقابل تصوری گسترش یافته است و دمای جهان نیز به 10 میلیارد درجه کاهش یافته، به نحوی که ساخته شدن نوترون ها و پروتون ها امکان پذیر می شود. و در زمانی که از سن جهان تنها 3 دقیقه می گذرد، دما به 1 میلیارد درجه کاهش یافته است. هسته های اتم های هیدروژن و هلیوم نیز ساخته شدند و 25% جهان از هلیوم و بقیه از هیدروژن تشکیل شده است. جهان یواش یواش در طی حدود 300,000 سال یه مقدار سردتر میشه، شرایطش آرومتر میشه، شرایط بحرانیش یک کمی برطرف میشه به حدی که نور متولد میشه. یعنی فوتون ها تازه 300,000 سال بعد از مثلا پیدایش جهان، خلقت جهان، از دست این شرایط وحشتناک اون دوران رها میشن، خلاص میشن و جهان از حالت ماتی به حالت شفافی در میاد و اصطلاح جهان شفاف میشه. خب بعد در طی 1 میلیارد سال باز همچنان دمای جهان داره کاهش پیدا میکنه، جهان هم داره به سرعت منبسط میشه
1 میلیارد سال پس از خلقت دمای جهان به 18 درجه کلوین کاهش یافته است. در این مدت نیروی گرانش در برخی نقاط جهان به دلیل افتخیزهای کوانتومی در گوی آتشین اولیه اتم‌های هیدروژن را به هم فشرده کرده و ابتدا ابرهایی از ذرات و به تدریج با فشرده شدن این ابرها و در اثر فشار بسیار زیاد نیروی جاذبه و تبدیل شدن هیدروژن به هلیوم انرژی گرمایی بسیار زیادی تولید شده و به این ترتیب ستاره متولد می شود. ستاره ها می توانند به حدی غول پیکر باشند که خورشید ما در مقابلشان فانوس کوچکی بیش به حساب نیاید. با گذشت 2-3 میلیارد سال دیگه، حدود 3 میلیارد سال دیگه از خلقت جهان میگذره، یواش یواش کهکشان های اولیه امکان پیدایش پیدا میکنن و کهکشان هم که میدونیم مجموعی است از تعداد بسیار زیادی، مثلا فرض کنید حدود 100 میلیارد ستاره در یک منطقه که جمع میشن که فاصله بین خود این ستاره ها چند سال نوری است و فضایی را که اشغال میکنن میتونه به چند 10 سال نوری و حتی بیشتر برسه. این میشه یک کهکشان. خب حالا یواش یواش این ستاره های اولیه که به وجود میان در کهکشان های اولیه، خب عناصر اولیهشون هیدروژن و هلیومه، اما همونجوری که در ویدیوهای قبلی به صورت کامل توضیح دادم، این ستاره ها شرایطی را آماده میکنن در مرکزشون به خاطر حرارت بالا و فشار زیاد و تشکیلاتی که دارن که میتونه حالا مثلا این اتم ها در هم فشرده بشن، جوش بخورن و عناصر و اتم های سنگین تر رو به وجود بیارن. فشار و دمای درون این ستارگان باعث ساخته شدن و تولد عناصری چون اکسیژن، کربن و نیتروژن می شود و این عناصر نیز با مرگ ستاره ها که با انفجارهای عظیمی همراه می باشد در فضای بین ستاره‌ای پخش می شوند. مجددا نیروی جاذبه این گرد و غبار کیهانی را متراکم کرده و در دمای حاصل از فشار تراکم باز ستاره های درخشان جدیدی متولد می شوند و اکنون در این ستارگان عناصر دیگری از جمله آهن ساخته می شود که باز با مرگ ستاره در اثر انفجار در فضا پخش می شوند. اما هرچه اتم ها سنگین تر می شوند برای ساخته شدن به دما و فشارهای بسیار بیشتری نیاز می باشد که تنها از عهده ابر ستارگان ساخته می باشد و سرانجام ابر انفجارهای کیهانی این عناصر را در فضای کیهان پخش می کنند. از جمله عنصر کمیاب طلا که در اثر نیروی شگرف انفجار ابرنواخترها ساخته و در عالم پراکنده شده است. این بار که حلقه یا انگشتر طلای خود را به دست می کنید به خاطر بیاورید که این طلا در اثر چنین انفجارهایی در کهکشان ساخته شده و به سیاره ما رسیده است و به دنبال این آتشبازی عظیم کیهانی همه عناصر مورد نیاز آماده می شود تا در گوشه دور از این شعله ها و جرقه های عظیم و در لحظه کوتاه در مقیاس کیهانی سرانجام باز نیروی گرانش این ابر و غبار غنی از عناصر را متراکم ساخته و خورشیدی دیگر و سیارات دیگر پدید آورد. اما این بار این خورشید فرزندی استثنایی به دنیا خواهد آورد که گهواره پیدایش حیرت آورترین پدیده شناخته شده خواهد شد، پدیده‌ای که دست کم تا مدتی در برابر ابرقانون بیچون و چرای طبیعت یعنی بی‌نظمی قد علم خواهد کرد، پدیده حیات. میرسیم به سیاره زمین. خب سیاره زمین در حدود 5 میلیارد سال پیش
سیاره است بسیار بسیار داغ و با شرایط بسیار جهنمی و سوزان. تو این شرایط وحشتناکی که داره، حالا یک سیاره هم به اندازه ابعاد تقریبا مریخ صاف میاد میخوره به سیاره زمین. ولی این اتفاق به جای اینکه یک فاجعه برای زمین درست بکنه، باعث میشه که زمین بتونه تبدیل بشه به بهشتی دست کم از دید ما و برای ما. و اتفاقی که میفته اینه که حالا بخشی از زمین جدا میشه و به شکل ماه، قمر ماه، بر گرد زمین شروع به چرخش میکنه. این ماه به دلیل جاذبه گرانشی و ترمز گرانشی که روی زمین ایجاد میکنه، باعث میشه حرکات دیوانه‌واری که زمین تا قبل از اون داشت که همینجوری در فضا به جهات مختلف و به هر صورت بدون یک نظم مشخصی حرکت میکرد، بنابراین شرایط بسیار وحشتناکی داشت، حالا دچار ترمزی میشه، یواش یواش حرکت وضعیش منظم میشه، سر سامان میگیره و به هر صورت دیگه اون تکانهای شدیدش گرفته میشه و شرایطش آماده میشه برای مرحله بعدی. مرحله بعدی چیه؟ برخورد ستاره های دنباله‌دار که در واقع کوه های عظیمی از یخ هستند. اینها مرتب زمین رو بمباران میکنن و مقدار زیادی آب بر روی زمین جمع میشه، دریاها و اقیانوس‌ها به وجود میان. حالا در این دریاها و اقیانوس‌ها و در جو اولیه شرایط آماده میشه برای تشکیل اولین مولکول‌های مورد نیاز برای حیات، یعنی مولکول‌های عالی، مثل اولین اونها اسیدهای آمینه. مواد عالی هم گفتیم که موادی هستند که فقط در بدن موجودات زنده پیدا میشن و در طبیعت به صورت عادی این مواد رو نمیشه پیدا کرد، مثل پروتئین و چربی و قند و این تشکیلات. خب پس رسیدیم به شرایط اولیه زمین در حدود 3 میلیارد 3.5 میلیارد سال پیش و شرایطی که آماده است تا اولین مولکول‌های عالی و اسیدهای آمینه شکل بگیره که حالا میریم به صورت دقیق‌تر وارد این مبحث شیمی عالی میشیم، ببینیم که اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها چیست و به چه شکل احتمالاً اولین سلول زنده به وجود اومده که گفتم اطلاعات دقیقی به صورت قطعی نسبت به این واقعه هنوز نداریم. اما بعد از اینکه اولین سلول زنده و باکتری ابتدایی به وجود اومد تا الان دیگه مجددا اطلاعات بسیار دقیق و تایید شده با سند و مدرک در اختیار داریم. خب پس بریم حالا سراغ شیمی عالی. خب قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم، اصلا ببینیم تفاوت اصلا حیات یعنی چی و تفاوت موجود زنده و موجود غیر زنده چیه. اولا واژه موجود یعنی چیزی که وجود داره. حالا این چیزی که وجود داره میتونه غیر زنده باشه، میتونه زنده باشه. تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون در واقع به نوعی همه ما در ذهنمون حس میکنیم که اینها چیه، ولی در واقع از نظر علمی که باید همه چیز رو شفاف و روشن تعریف بکنیم، موجود زنده یک تعریف هایی داره، شامل یک چیزهایی میشه. از جمله اینکه موجود زنده مشمول تحول و تکامل میشه، یعنی تغییر پیدا میکنه، روند تحول و تکامل پیدا میکنه. موجودات غیر زنده مثل یک سنگ، مثل یک کوه، نمیدونم این تشکیلات هم ممکنه دچار تغییراتی بشن، ولی این تغییر تحول و تکامل به حساب نمیاد، در حالی که موجود زنده دچار تغییر و تحول تکاملی میشه. موجود زنده به مسائل به اصطلاح اتفاقات محیط پیرامونش واکنش نشون میده، در حالی که موجود غیر زنده نسبت به شرایط پیرامونش واکنش نشون نمیده. اتفاقاتی ممکنه بیفته، مثلا فرض بفرمایید یک سنگ در کنار اکسیژن، یک سنگی که مثلا جنسش آهنه در کنار فضای بیرونش که اکسیژنه، ممکنه تغییراتی در این به وجود بیاد، ولی این تغییرات تفاوت میکنه با
عکس‌العمل‌هایی که یک موجود زنده با در مقابل شرایط محیط اطرافش انجام میده. موجود زنده حرکت میکنه، موجود غیر زنده خودش نمیتونه حرکت بکنه، یک عامل خارجی بایستی این سنگو مثلا جابجا بکنه، در حالی که موجود زنده خودش میتونه تغییر جا بده. موجود زنده تغذیه میکنه، یعنی متابولیسم سوخت و ساز داره، انرژی مصرف میکنه، در حالی که در یک سنگ یا یک موجود غیر زنده چنین مکانیزمی وجود نداره. موجود زنده به سمت همین تهیه منبع انرژی حیاتیش حرکت میکنه و سعی میکنه اونو به دست بیاره. موجود زنده ساختار سلولی داره، در حالی که موجودات غیر زنده ساختار سلولی ندارن. و بالاخره یکی از ویژگی‌های بسیار مهم در موجود زنده توانایی تولید مثله، یعنی موجود زنده میتونه مشابه خودش رو تولید بکنه، تولید مثل بکنه. و پس بنابراین وقتی که صحبت از حیات میشه و موجود زنده، تقریبا دیگه میدونیم در مورد چه موجوداتی داریم صحبت میکنیم. خب حالا گفتیم که همه در واقع جهان از اتم ها ساخته شدن. اتم ها هم از هیدروژن که ساده ترین اتم بود شروع شد، با یک الکترون در مدار، یک پروتون در هسته. اتم بعدی هلیوم، 2 تا الکترون در مدار، 2 تا پروتون در هسته، و همینجور مطابق جدول تناوبی بقیه عناصر هم به همین ترتیب با افزایش تعداد الکترون ها در لایه های خارجی اطراف و پروتون ها در داخل، اتم های مختلف به وجود میاد. خب یکی از اتم های مهم که ما باش زیاد سر و کار داریم اتم کربونه، به خصوص در همین شیمی آلی، آلی با الف، یعنی شیمی که در ارتباط با موادی که در بدن موجودات زنده پیدا میشه سر و کار داره. این مواد آلی فقط در بدن موجودات زنده و ساختار موجودات زنده پیدا میشن. اتمی به نام کربن داریم. خب من یک اتم کربن رو اینجا قرار میدم. خب همونجور که میدونیم اتم کربن 6 تا الکترون داره. این 6 تا الکترون 2 تاش در مدار اول، 4 تاش در مدار دوم. بنابراین این 4 الکترون برای اینکه پایدار بشه این اتم میتونه با 4 اتم دیگه پیوند تشکیل بده. پس بنابراین این الان اتم کربن دارای 4 ظرفیت هست که وارد بحث شیمیایی داستان نمیشیم. میدونیم که به این اوربیتال ها میگن اوربیتال های هیبریدی، اونایی که از شیمی به هر صورت چیزی در ذهن دارن. به هر صورت این اتم کربن میتونه با 4 اتم دیگه مثل اتم هیدروژن ارتباط برقرار بکنه و یک مولکول پایدار به وجود بیاره. پس میتونه بشه یک چیزی به نام 3H4. خب اینو به این صورت می‌نویسیم 3H4 که همون گاز متانه. خب اتم دیگه ما داریم اتم نیتروژن. همونجور که میدونیم اتم نیتروژن 7 تا الکترون داره، یعنی 2 تاش در لایه اول، 5 تا در لایه دوم. بنابراین اتم نیتروژن همونجوری که از دانستنی‌های شیمی میدونیم قادره با 3 تا اتم مثل اتم هیدروژن یک مولکول پایدار به وجود بیاره. پس میتونه مولکولی به نام NH3 به وجود بیاره. پس این میشه NH3 که NH3 چیه؟ آمونیاک. پس این هم یک مثلا مولکول آمونیاک. اگر در این آمونیاک من بیام جای این هاش یک عامل دیگه قرار بدم، اسمشو بذارم آر، هر چیز در مولکول دیگه میتونه باشه. حالا من یک آمین درست کردم، یعنی NH2 یک آمینه. منطبعش میگیم آمین نوع اول، این یک نوعه. میتونم این رو هم بردارم به جاش یک آر بذارم.
آمین نوع دوم به دست بیاد. این رو هم عامل آری رو بهش اضافه بکنم به جای هیدروژن و اینم بشه یک آمین نوع سوم. پس به هر صورت یک آمین به وجود آوردم. خب اینم پس تا اینجا 2 تا مولکول بسیار مهم. خب حالا اگر بیام در این مولکول متانی که اینجا دارم یک تغییر انجام بدم به این شکل که این کربن در وسط این 4 تا ظرفیتی که میتونه بگیره اینجا یک عامل آمین بذارم. اینو دیدیم که بهش گفتیم عامل آمین. خب اینجا یک عامل اسیدی بذارم، اینجا یک دونه هیدروژن بذارم و اینجا می نویسم آر، یعنی هر به اصطلاح عامل دیگه رو میتونم اینجا مولکول دیگه رو اینجا بذارم. اگر چنین چیزی رو تشکیل بدم حالا من یک آمینو اسید پیدا کردم. آمین اسید. خب حالا این یک آمینو اسیده و این آمینو اسید آجر سنگ بنای پروتئین هاست. پروتئین هم در واقع پایه و همه چیز حیات موجودات زنده، یعنی حیات یک موجود زنده وابسته به پروتئین های بدنشه که انواع بسیار زیادی داره در بدن و همه کارهای بدن رو در واقع این پروتئین ها انجام میدن. خب پس حالا از کنار هم قرار گرفتن این آمینو اسیدها به عنوان آجرهای سازنده پروتئین ها تشکیل میشن. چجوری این اسیدهای آمینه به هم متصل میشن؟ یک سر بازی دارن، یک سر اسیدی. اینها وقتی که کنار هم قرار میگیرن سر بازی این میچسبه به سر اسیدی اون و برعکس. بنابراین از این طریق مثل یک زنجیر به هم میتونن متصل بشن و مولکول های بسیار پیچیده و اساسی و مهم حیات یعنی پروتئین ها رو به وجود بیارن که حالا در مبحث بعدی صحبت میکنیم که ببینیم این پروتئین ها چی هستند. خب همونجور که میدونیم تا قبل از آزمایش معروف لویی پاستور در حدود 1 قرن پیش نظریه رایج در ارتباط با حیات تولید خود به خودی و خلق الساعه از مثلا مواد غیر زنده بود، به ویژه در زمینه مثلا موجودات ریز، حشرات، کرمها، این چیزها عقیده داشتن که چون میدیدن که گوشتی رو که گذاشتن اونجا میمونه و کرم میزنه و ازش حشراتی بیرون میاد، اینا میگفتن که این در اثر این کرم و این حشرات در اثر تولید خود به خودی از این گوشت به وجود میان. مثلا موش رو میگفتن از تولید خود به خودی از محیط لجنزار، از فاضلاب هاست و به این صورت. و این در نظریه تولید خود به خودی هم از زمان ارسطو همچنان رایج و مطرح بود. اما آزمایش معروف لویی پاستور این خط بطلان کشید به صورت کامل و منطقی و با آزمایش رو این داستان قبل از پاستور دانشمند دیگری این داستان رو مطرح کرده بود، با آزمایش هم در این زمینه دست زد ولی آزمایشش مشکل داشت و نمیتونست کامل ثابت بکنه. ولی آزمایش پاستور دیگه کلا این داستان رو گذاشت کنار. شرح آزمایش رو دیگه میتونید از طریق اینترنت جستجو بکنید، پیدا بکنید. ولی به هر صورت اول اومد یک قطعه گوشت رو کاملا پخت و گذاشت در یک ظرف تمیز، روش هم یک پارچه کشید و گفت ببینید کرم نزد، ازش هم حشره چیزی بیرون نیامد. گفتم خب این حرارتی که دادی به گوشت داستان رو با هم زدی. آزمایش رو در چند مرحله تکمیل کرد. در نهایت یک محیط آزمایش رو، یعنی اون شیشه آزمایش رو کاملا حرارت داد، در واقع استریلش کرد، میکروب هاش از بین برد، محیط رو برسو از شرایط رو، حالا آزمایش شد گفتم شرحش رو از اینترنت برید ببینید، محیط رو کاملا استریل کرد و ماده گوشت یا خون مثلا یک اسب رو با اون وارد کرد و بعد
گفت ببینین هیچ، در حالی که هوا هم وارد سیستم میشد، گفت ببینید هیچ اتفاقی برای این نیفتاد و به هر صورت داستان تولید خود به خودی به کلی رفت کنار. در ادامه همین کارهای پاستور هم بود. میدونید که اون مسئله پاستوریزه کردن مواد غذایی، پاستور ابداع کرد، واکسن هاری رو ساخت و به هر صورت در زمینه پزشکی هم خدمات بالایی رو انجام داده. خب اما داروین که نظریه تکامل یا فرگشت اون نقطه تحول قاطعی است در مسیر دیدگاه بشر نسبت به داستان حیات و خلقت، این که در زمینه تکامل و نظریه تکامل یا فرگشت، من در مجموعه 15-16 قسمتی زیست شناسی تکامل و ژنتیک به زبان ساده به صورت کامل توضیح دادم. در همین ویدیو هم اشاره مختصر و مفیدی به داستان تکامل میکنم، چون واجبه و بدون اون در واقع داستان علم امروز اصلا پیش نمیره. ولی به هر صورت داروین اشاره میکنه به این مطلب که میگه ولی در یک نقطه در تاریخ این سیاره، در یک جایی بایستی یک بار این داستان، حداقل یک بار این داستان تولید خود به خودی مواد زنده از غیر زنده اتفاق افتاده باشه. این مطلب رو حدود 40-50 سال بعد، باز فکر میکنم حدود یک قرن پیش، دو دانشمند معروف آزمایشی ترتیب دادن و این مسئله رو به نوعی تقریبا اثبات کردن و بعد تحقیقات راجع به این قضیه به دنبال نظریه داروین در این زمینه قضایا شکل گرفت. همون داستانی که تعریف کردم که حالا اون نقطه است که ما هنوز اطلاعات دقیقی نسبت به چگونگیش نداریم. علم نمیتونه با قاطعیت بگه که چه اتفاقی افتاده، ولی میدونیم به هر صورت کارهایی در زمینش انجام شده و به نتایجی هم رسیده علم، ولی جوری نیستش که بخواد با قاطعیت بگه این چنین شده است و ازش رد بشه. آزمایشی که این دانشمندان ترتیب دادن به این شکل بود که یک محفظه شیشه‌ای رو در نظر گرفتن و داخل این مقداری گاز آمونیاک و متان و هیدروژن و عرض شود خدمت شما بخار آب و این تشکیلات رو وارد کردن. این دمای محیط رو حدود 70-80 درجه سانتیگراد بالا بردن، چون دمای زمین در چند میلیارد سال پیش بالا بوده. الکترودهایی رو هم گذاشتن برای اینکه جرقه الکتریکی ایجاد بکنن به عنوان رعد و برق‌هایی که در صورت اون شرایط زمین خیلی هم شدید و خیلی هم زیاد بوده. اینو گذاشتن یک هفته این سیستم کار بکنه، جرقه بزنه و این بر اون بر. بعد از یک هفته این موادی که ایجاد شده بود رو در یک مرحله اول سرد میکنن و بیرون میارن از این محفظه، آزمایش میکنن، میبینن که بله در این مثلا مواد همین اسیدهای آمینه‌ای که صحبتش شد به وجود اومدن. خب این آزمایش بسیار بسیار آزمایش تعیین کننده و مهمی بود، ولی این آزمایش اشکالاتی بهش وارده که خود زیست شناسان به این داستان واقفن. مثلا تو این آزمایش اکسیژن وارد نشده، در حالی که اگر جو اون زمان زمین اکسیژن می داشت، چون جو زمین اکسیژنش بعدها در اثر باکتریایی که فتوسنتز کردن به وجود اومد. حالا اگر اکسیژن می بود، این مواد عالی که به وجود می آمدن بلافاصله در اثر حضور اکسیژن از بین می رفتن. اگر اکسیژن نمی بود در اون جو اولیه که اینها این کار کردن، خب پس لایه اوزونی هم وجود نداشت، اشعه ماورای بنفش داخل این مواد رو می آورد. از طرفی اینها برای اینکه این مواد بیارن بیرون محیط رو سرد کردن و مواد آوردن بیرون. خب در اون زمان زمین
به اصطلاح حالت سرد شدن به این شکل نداشته که بخواد بگیم این داستان هم اون زمان اتفاق افتاده و یه سری پارامترها و دلایل دیگه‌ای که این آزمایش رو به هر صورت بهش شک وارد میکرد و نمیتونست با قاطعیت قبولش بکنه. اما نقطه آغازی بود برای اینکه دانشمندان رو این کار بکنن که خب پس میشه با کارهایی به اصطلاح این رو شبیه سازی کرد و این مواد اولیه عالی لازم رو یعنی همین اسیدهای آمینه رو از مواد غیر زنده به وجود آورد. بنابراین نقطه آغاز ادامه داستان شد. مرحله بعدی گفتن خب حالا این اتفاق به جای اینکه در جو زمین بیفته که خب ظاهرا شرایطش آماده نبوده مطابق این آزمایش، ولی اقیانوس‌های اون زمان بستر مناسبی برای این واقع بودن، به دلیلی که هم فشار بالایی در اعماق اقیانوس‌ها بوده، هم دماش خیلی بالاتر از سطح زمین بوده و هم عرض شود خدمت شما انواع اقسام مواد معدنی و چیزهایی که به هر صورت نیاز برای اینکه این فعل و انفعالات انجام بشه، شرایط اونجا در اقیانوس‌ها آماده بوده. اینه بود که گفتن پس یک اقیانوس‌ها یک سوپ مناسبی بوده برای اینکه حالا این اتفاقات به جای اینکه در جو زمین رخ بده در داخل اقیانوس‌ها رخ بده و از اونجا حیات به اصطلاح ریشه بگیره. نظریه دیگری هم باز در این زمینه مطرحه، میگن که اصلا میتونه داستان از اصطلاح پیدایش خود به خودی خود مولکول RNA صورت گرفته باشه که حالا RNA چیه جلوتر میرسیم توضیح میدم که RNA چیه و بعد این داستان ادامه پیدا کرده باشه. باز نظریه دیگری میگه که اصلا حیات میتونه داخل زمین شکل نگرفته باشه، نقطه آغازش در یک سیاره دیگه جای دیگه در کیهان بوده که توسط شهاب سنگ ها و این ستاره های دنباله‌دار و این برخوردهای فضایی به زمین منتقل شده و حالا در زمین این قضایا به اصطلاح ادامه پیدا کرده. به همین دلیل دانشمندان بسیار علاقمندن که شهاب سنگ ها و ستاره های دنباله‌دار رو پیدا بکنن و آزمایش کنن ببینن آیا در اونها میتونن مواد عالی رو پیدا بکنن یا نه، که شواهدی هم به هر صورت در ارتباطش یافته شده. تلسکوپ جیمز وب هم در این زمینه برنامه‌ریزی شده که بتونه کارهایی انجام بده ببینه که آیا میتونه مواد عالی رو در به اصطلاح شهاب سنگ ها یا سیارات و نمیدونم به هر صورت ستاره‌های دنباله‌دار و چیزهایی که وجود داره بتونه کشف بکنه یا نه. یکی از پروژه‌های بزرگش تلاش در همین زمینه است. اخباری هم در ارتباط با موفقیت‌های تو این زمینه شنیدم، ولی چون با قاطعیت مطمئن نیستم که صحت داشته باشه بنابراین اینجا مطرحش نمی‌کنم. به هر صورت پروژه‌هایی است که دنبال میشه که ببینن داستان چی به چی. خب پس بنابراین با توجه به دیدگاه فعلی دانش زیست شناسی، دانشمندان معتقدند که ابتدا یک عاملی باعث شده که این آجر اولیه حیات یعنی این اسیدهای آمینه و این مواد عالی ضروری به وجود بیاد. مرحله بعد این به اصطلاح اسیدهای آمینه به هم پیوند خوردن، مولکول‌های پروتئین به وجود آوردن. در مرحله بعد یک به اصطلاح دیواره ایجاد شده بین این پروتئین ها و موادی که تشکیل به اصطلاح سلول‌های زنده رو خواهند داد و محیط بیرون، یعنی یک اختلافی پیش اومده بین حال محیطی که این پروتئین ها در اون وجود دارن، این اسیدهای آمینه، و محیط بیرون. در واقع دیواره یک سلول به وجود اومده. در مرحله بعدی اتفاقاتی در مواد داخل این دیواره رخ داده که به این مواد خاصیت یعنی رشته های DNA RNA به وجود اومدن و به این مواد خاصیت تکثیر و تولید مثل دادن که دیگه از این مرحله به بعد دیگه میشه یک سلول زنده. خب ولی همونجوری که گفتم همه این قضایا تو اون دایره است که
همون اول مبحث کشیدم، نوشتم خلقت اولین سلول زنده. یعنی در صورت اینها هم مطالبی بود که فعلا دیدگاه‌هایی نسبت بهش وجود داره و آزمایش‌هایی که در این زمینه صورت میگیره و کارهایی که میکنن که البته به نتایج خیلی خوبی هم رسیدن، ولی همونجوری که گفتم چون داستان قطعی نیست، نمیتونه بیاد بگه داستان خلقت اولین سلول موجود زنده این گونه است 1 2 3 4 5. خب اما از بعد از این ماجرا، یعنی از بعد از اینکه ساده ترین به اصطلاح موجود تک سلولی ساخته شد، حالا علم دیگه داستان رو جزء به جزء با سند و مدرک در آورده پله به پله و مطابق همونجوری که گفتم دیدگاه داروین، نظریه تکامل داروین، این داستان رو ادامه داده که در ارتباط با اون صحبت میکنم. همونجوری که گفتم داستان نظریه داروین در تاریخ علم نقطه تحول بسیار بسیار بزرگی است، دقیقاً شبیه تحولی که زمانی رخ داد که کوپرنیک در حدود 500 سال پیش اومد زمین تخت رو از مرکز جهان که خورشید، سیاره ها و ستاره ها دور زمین تخت و به خاطر ما ساکنان زمین، ما آدم های ساکن زمین میچرخیدن رو برداشت، خورشید گذاشت مرکز، اونم نه مرکز جهان، مرکز سامانه خورشیدی خودمون و زمینی هم که دیگه میدونیم تخت نیست و کروی شکله. خب ببینید چه تحول بزرگی است و چه اختلاف بزرگی است بین دیدگاه انسان نسبت به جهان. وقتی که فکر میکرد زمین یک صفحه تختی است که خورشید ستاره ها دور ما و به خاطر ما میچرخن، و حالا که ما میگیم دست کم 100 میلیارد کهکشان، هر کدوم با 100 میلیارد ستاره، با اون فضاهای عظیمی که بینشون وجود داره و چیزهایی که در ویدیوهای قبلی کامل توضیح دادم، حالا حتی نشانی کهکشان خودمون رو نمیتونیم تو این جهان به کسی بدیم. نشانی کهکشانمون رو نمیتونیم به کسی بدیم، چه برسه به بگیم حالا ما در مرکز این جهان هستیم و این جهان هم به خاطر ما. اگر علاقمند بودید اون ویدئوی از نقطه آبی کمرنگ تا تابش زمینه کیهانی، تصویر تابش زمینه کیهانی رو تماشا بکنید. این مبحث رو اونجا کامل در ارتباطی صحبت کردم. خب پس ما الان رسیدیم به نقطه‌ای که حالا میخوایم از بعد از اینکه اولین سلول زنده تشکیل شد مسیر رو ادامه بدیم، بیایم برسیم به ساختار بسیار پیچیده و حیرت آور مغز خودمون، مغزی که تونسته این قضایا رو هم از دیدگاه هستی، در حالی که از سر جاش کره زمین تکون هم نخورده، همه این قضایا رو اصطلاح بتونه پیدا بکنه، بگه در جهان چه خبره، آسمان چه خبره، نمیدونم ستاره ها از چی تشکیل شدن و چیزهای مختلف و این همه شاهکارهایی که دیگه همه ما باش سر کار داریم و میدونیم که دروغ نیستن. همین دستگاه گوشی تلفن همراهی که جلوی منه و داره این صدا و تصویر منو ضبط میکنه و در کسری از ثانیه به شما منتقل میکنه، امکاناتی که الان ما ازش استفاده میکنیم، اینها همه نشون دهنده اینه که این علم مسیر درستی رو رفته و چیزی نیستش که بخوایم زیر سوال ببریم، مگر همونجوری که گفتم افرادی که به هر صورت در اون داستان گرد بودن زمین یا تخت بودن زمین همچنان لجوجانه با وجودی که گرد بودن زمین رو دیگه هر کودک دبستانی هم میتونه اثبات بکنه، ولی همچنان میگن که نه، زمین تخته، ولی زمین تخته. خب از ادامه مطلب رو میذارم برای بخش بعدی این ویدیو که امیدوارم اون هم مورد استفادهتون قرار بگیره.